در روسیه از گوشت مرغ خوردن جایز است چون که آنها به بسم الله میکشند. من حاضر گفتم که اگر هر یک همو اپاکوفکایی که هستند گوشتای مرغ و اکرچکایی که هستند اگر همونها در همون تمغه حلال زدگی باشد، دادرها و خواهرای عزیز شما میتونید که از اونها استعمال کنید. ولی وقتی میبینید که در مثال همون ویترین ده گوشتای مرغ و اکرچکه ایستادگی ایو ولی همون تمغه حلالش نیست، شما از اونها استعمال نکنید. اینجا گپ در سری تنها اگرچند بسم الله هم یکی از شرطهای گویم حلال شدن باشد، اونجا در طریق کشتن او را ما نمیدانیم که او را چخیل میکشد و یا گردنش همون رگهایی که در کره اونها را میبرند نمیبرند و باید مثال چگونه مثال اونها را پوست میکنند. از اینا که آگاهی نداریم برای همین این چیز برای ما بیگانه است، ما نمیتونیم از استعمال کرد.